سلام. این تلویزیون سامسونگ مدل 50 TU 8000. تلویزیون ها معروف هم خرابی پنل. یعنی اینقدر که این تلویزیون ضعیفه بعد از یک سال نیست کلا صفحه تلویزیون خراب میشه و تلویزیون باید بره کنار. یعنی حداقل باید یه پنل براش بتونی بخری. ولی ما اون تلویزیون رو با هزار مکافات و مشکلات تعمیر پنل درستش کردیم. این الان تصویرش کاملا مشخص، خوب و معمولی. منتها هر کسی که ببینه فکر می‌کنه این تلویزیون کامل درست شده، ولی اگر دقت بکنید، خیلی دقیق دقت بکنید، اینجای تصویر این قسمت بالا، حالا من تصویر دوربین بیارید جلوتر که زوم بکنید دقیقاً ببینید، از فاصله دور بایستید این رو نخواهید دید، این خط رو نخواهید دید. ولی وقتی بیارید جلوتر ببینید اینجا توی البته تصاویر رنگی دیده نمیشه، ولی تو نقاط سفید مثل الان این نقطه این خط باقی مونده. زنده کردن این تلویزیون با توجه به اینکه 200 تا خط مونده باز خودش قابل توجهه، ولی چون کلا این مدل تلویزیون‌های TU 8000 کلا صفحه‌شون بعد از یک سال خراب میشه. تلویزیون مصریه، فیک، اسمش سامسونگه، ولی کلا وارداتی شرکت سامسونگ تو ایران نیستش. اما به صورت قاطع در جریان باشید این مدل تلویزیون کلا پنل خیلی سریع خراب میشه، یعنی شاید به 2 سال هم نکشه و دیگه کلا باید بندازیم کنار تلویزیون، چون تلویزیون دیگه صفحه پنلی نداره، چیزی هم قابل استفاده نیست. ولی تو این مدل همین 8000 با هر سختی بود درستش کردیم و اندازی کردیم، ولی باید دقت کنید. یه وقتی ممکنه این خطا که میشه رفت نمیشه، تو تصاویر رنگی دیده نمیشه، فقط تو نقاط سفید و روشن میشه.